بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت در خدمت شما عزیزان و بزرگواران قرار دارم. بینندگان عزیز و گرامی، میپردازیم در موضوع بدفالی هایی که در برخی از جوامع وجود داره. ما در برنامه‌های گذشته پیرامون زشتی و بدی بدفالی و شگون بد صحبت کردیم، به طور تفصیل با آن پرداختیم از آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم. حالا می پردازیم به شرح برخی از بدفالی ها یا برخی از شگون های بدی که در برخی از جوامع و بعضی از جوامع وجود داره، به خصوص در میان فارسی زبان های ما. قبل از این اجازه بدید که یک مقدمه کوتاه برای بینندگان عزیز و گرامی داشته باشم. وان این که ما به عنوان یک فرد مسلمان نباید بدون علم و بدون دانش نسبت به اشیاء و نسبت به مسائلی که آن را به زبان می آوریم مطرح بکنیم و بدون اینکه علم داشته باشیم در مورد آن اظهار نظر بکنیم. این از صفت فرد مسلمان نیست، بلکه فرد مسلمان با علم و دانش و با فهم در مسائل برخورد میکنه، چی در مسائل فردی خودش باشد و چی در مسائل اجتماعی باشد. هر کدام از اینها که باشه، فرد مسلمان با علم و دانش برخورد میکنه. حالا ما برخی از این بدفالی هایی که میگین و آنها را به خدمتتان عرض خواهیم کرد، هیچ اساس و بنیه اسلامی ندارد و حتی در مسائلی از جاهلیت قبل از اسلام گرفته شده. یعنی برخی از این مواردی که ما بعداً مطرح میکنیم، برخی از اینها ارتباط میگیره به روزها، برخی ها ارتباط میگیره به ماها، برخی ها ارتباط میگیره در طول هفته، برخی ها ارتباط میگیره در طول سال و برخی هم به حیوانات و به انسان ها و به این مسائل. اینها برخی از اینها مسائلی است که گفتیم در زمان جاهلیت وجود داشته و قبل از اینکه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بیایند وجود داشته و رسول الله صلی الله علیه و سلم با اینها مبارزه کردند و اینها را در جامعه برای مردم تشریح کردند و توضیح نمودند که ای مسلمان ها، از اینها خودتان را برحذر دارید، اینها بدفالی است و اینها را انجام ندهید شما به عنوان یک فرد مسلمان. چون بدفالی عدم توکل به الله را نشان میده و بدفالی همان گمان بد داشتن به الله متعال سبحانه و تعالی را در وجود فرد ثابت میکنه. الله متعال در قرآن کریم میگه که ولا تقف ما لیس لک به علم، دنبال روی چیزی را که به او علم نداری نکن، دنبال چیزی که علم نداری نرو، چیزی را که نمیفهمی دنبالش نرو. چون مردم میگویند، چون فلانی گفته، چون پدرم گفته، چون اجداد من این کار را انجام دادن و گفتن، چون فلانی فلان قوم من این کار را کرد و این کار را انجام میده و این حرف را میگه من بگم. نه، یک فرد مسلمان بر اساس بصیرت و دانش و فهم و بینایی خودش حرکت میکنه. به همین واسطه الله میگه که ولا تقف ما لیس لک به علم، دنبال روی چیزی را که نمیفهمی نکن، نرو دنبال چیزی را که نمیفهمی و نسبت به او علم نداری و دانش نداری و فهم نداری. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. از این زبانی که داری، از این حرف زدنی که داری، از این دلی که الله به تو داده، از این چشمی که الله به تو داده، از این شنوایی که الله به تو داده، گوشی که الله به تو داده، سوال میشی، الله از اینها میپرسه. فرد مسلمان نباید گوش باشه، هر چی را شنید تکرار بکنه،
هرچی شنید بدون این که فکر بکنه، بدون این که موضوع را بررسی بکنه که آیا در نصوص شرعی و در نصوص اسلامی و دین من چون این چیزی وجود داره یا نداره، بدون این تکرار میکنه، موضوع را عمل میکنه با آن. حتی احیانا میشه که مبلغ میشه بر این موضوع، برای دیگه مردم میرسانه، برای مردم تبلیغ میکنه که بله والله فلان موضوع این شگون بد داره و نمیدانم این بدفالی داره و این فلان است و این فلان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. برای دروغگو بودن فرد همین کافی است که آنچه را بشنود بگوید، یعنی گوش باشه، فقط بشنوه بدون اینکه در میزان شریعت و در میزان اسلام قرار بده و در میزان سنت نبوی قرار بده، آن را تکرار بکنه، چون شنیده، چون اقوام و فامیل و به هر حال قوم و خیش و این و آن گفتن، این هم میگه، تا از این غافله دنبال نباشه. و این برای یک فرد مسلمان شایسته نیست عزیزان. برخی از این مسائل را اجازه بدین که من به خدمتتان عرض کنم. برخی از اینها خنده داره، برخی ها گریه داره و برخی ها هم به هر حال در میان گریه و خنده هست. یعنی چیزهای عجیب و غریبی از زبان برخی از این مردم انسان میشنوه که تکرار میکنن، میگه این والله نمیدانم شگون بد داره، این فلان داره، این آن است و آن است و عجیب، حرفهای عجیب و غریب. به عنوان مثال میگن که در روز چهارشنبه و جمعه لباسشویی نکنین که سبب فقر میشه. این را کی گفته؟ والله خود من نمیدانم که این را کی گفته و کدام مفتی این حرف را زده، ولی یک دروغه. چی ربطی داره لباسشویی در روز چهارشنبه و جمعه؟ چی ربطی به فقر داره؟ اصلا از نظر عقلی بیایم اصلا بسنجیم این موضوع را، چی ربطی این دو موضوع با هم داره؟ حالا اینکه ما نصوص شرعی را وقتی میاییم در کنار هم میگذاریم، وقتی میاییم ما از قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم و اصل و مبنای اینها را میبینیم، همچون چیزی را ما مشاهده نمی کنیم و بر اساس عقل هم این دو چیز با هم خیلی متضاده، متفاوته. چی معنا داره روز چهارشنبه و روز جمعه میگه لباسشویی نکن که فقر میاره؟ حالا این فقر را کی معین کرده؟ کی گفته این فقر را میاره و چرا فقر بیاره؟ و یا حتی برخی ها میگن در روز چهارشنبه مثلا لباس نشوین که وقتی شما آبی که از لباستان میمانه و آن آب را میریزین دور، نمیدانم بالای فرشتگان و ملائکه پروردگار میریزه. چی ربطی داره اینها؟ کدام روایتی در این مورد آمده؟ کدام حدیثی در این مورد آمده؟ کدام آیه قرآن در این مورد آمده که ما فال بد بزنیم؟ فرد آزاده میتونه در هر موقع، چی در شب، چی در روز، چی در چهارشنبه، چی در پنجشنبه، چی در جمعه، چی در بقیه موارد، میدونه که لباس بشویه، میتونه که نظافت بکنه. نظافت جز ایمان هست. فرد مسلمان نظافت میکنه، خودش را، لباسش را میشویه، بدنش را میشویه. چی مشکلی داره بر این؟ کجای این مشکل هست؟ پس بناهن دوستان گرامی، این یکی از موارد هست که متاسفانه در میان برخی از جوامع مشهوره که روز چهارشنبه و روز جمعه نمیدانم لباس نشوی که فقر به وجود میاره، نعوذ بالله. میگن در شب جاروب نکنی. چرا؟ میگه برکت را از داخل خانه میبره. اگر برکتی که همین آشغالهای داخل خانه باشه بگذار که بره. کی گفته همچون حرفی؟ چی ربطی داره موضوع جارو کردن، موضوع نظافت کردن داخل خانه به برکت چی ربطی داره؟ میگه داخل خانه را شب جاروب نکنین که برکت از داخل خانه میره. دوستان عزیز و بزرگوار، این مسئله برکت مسئله حسی نیست، مسئله معنوی است. این برکتی که الله متعال سبحانه و تعالی مثلا در غذای انسان میده، در خانه انسان میده، این حسی نیست که حس بشه با جاروب از خانه آن را بیرون بکنه، یا شما جاروب بکنین برکتی که ریخته آن را بریزه بیرون، بره بیرون. این هم شبیه همان موضوع است که جزء نظافت است.
این حرفها حقیقتا هیچ اساس شرعی نداره، اساس اسلامی نداره و حتی اساس عقلی نداره. این دو موضوع با هم اصلا چی ربط داره که شما در شب جاروب نکنین که برکت از داخل خانه میره؟ پس بنابراین این هم یک حرف دروغه و ما روایاتی که تا حالا خواندیم و آیاتی که در این مورد تلاوت کردیم دلالت بر همچون مواردی داره که ما از دروغ از پیش خود فال بد بزنیم، شگون بد بزنیم نسبت به این مسائل. حالا کسی نیست که بپرسه خب چرا اگر روز جاروب بکنه چرا روز برکت از داخل خانه نمیره که شب جاروب بکنی بره؟ مثلا میگم حالا از منطق اونها اگر استفاده بکنید، چرا شب را خاص میکنید؟ نمیدانم، شاید کدام کسی به هر حال حرفی زده این حرف را از دهانش خارج شده، این به این گفته این به این گفته، به همین ترتیب آمده، نسلا در نسل این حرف گفته میشه، بیان میشه. اجازه بدید به خدمتتان یک داستانی در این مورد نقل بکنم. به هر حال حالا اینکه حقیقت داره یا نداره، صرف نظر از این که حقیقت داره یا نداره، ولی واقعیت جامعه ما و برخی از جوامع متاسفانه این را برای ما نشان میده که چنین است. میگن یک دختر جوان وقتی ازدواج میکنه میره به خانه شوهر، در اونجا میبینن که وقت نان را مثلا میخواد داخل سفره بگذاره، داخل سفرهش بگذاره، یا داخل جایی که خاص برای نان هست، صندوقچه‌ای که داخلش نان را میگذاره، نان را سرش را میبره، میشکنه، نان را سرش را شکسته و بریده میذاره داخل ظرف. از این میپرسن که چرا این کار را انجام میدی؟ میگه والله مادرم این کار را میکرده منم میکنم. خب مادرش زنده است، از مادرش میپرسن چرا این کار را میکنی؟ اونم میگه مادرم این کار را میکرده، از مادرش میپرسن. اون هم مادرش زنده است، میرن از اون میپرسن چرا این کار را میکردی؟ میگه والله زمان قدیم ما اینقدر صندوقچه های بزرگ نداشتیم، ظرفه های بزرگ نداشتیم که نان را کامل بگذاریم، خرد بوده، سر نان را میشکستیم میگذاشتیم که تا جا بشه داخل این صندوقچه. این برای حالا نواسه هایش، برای فرزندانش این چیز رسم رسیده که باید سر نان را بشکنن داخل صندوق بگذارن. اکثر این مسائل از همین قبیل هست. خب اگر از اون هم کسی میپرسه چرا این کارو، میگه والله شگون بد داره، نمیخوام این کار را انجام بده. با فال بد میگیره اصلا موضوع را، یک بهانه برای خودش میسازه. شاید باورتان نشه، باور کنید برخی از این مسائل را وقتی شما کتب ادیان دیگر را مطالعه کنید میبینید که در آنجا وجود داشته. خرافاتی که در ادیان ساختگی دیگر وجود داشته در میان برخی از مسلمان ها متاسفانه متأثر شدن، از فرهنگ های مختلف متأثر شدن، میبینید که همچون مسائل در میانشان به وجود میاد. حالا مثلا این موضوعی که ما میگیم جاروب کردن داخل خانه در شب، میگه این برکت را از داخل خانه میبره. چه ربط داره این دوتا؟ جاروب کردن و برکت، اینها با هم چی ربط داره؟ میگه که شب در آینه نگاه نکنین. چرا؟ منم نمیدانم. این را حقیقتا منم نمیدانم. شاید برخی از بیننده های ما بدانند که چرا این حرف را میزنند. میگه شب در آینه نگاه کردن اشتباهه، نگاه نکن. چرا نگاه نکن؟ نمیدانم. این هم حتما کدام حرفی دارن پیش خودشان. میگه که اگر قبر کسی پرپشت باشه دلالت بر این میکنه که یک کسی دیگر همراه خود میکشه. استغفر الله. یعنی گویا مرگ به دست این مرده ای که حالا زیر قبر، زیر خروارها خاک است، مرگ نعوذ بالله به دست این است که او ما را بکشه. میترسند بعضی ها. مثلا عزیزی از عزیزانشان فوت میکنه، خب طبیعتا اینه دیگه، وقتی انسان در اونجا دفن میشه، حالا اون لحدی که برای انسان ساخته میشه خاک اضافی داره، اون خاک اضافی بر روی قبر بالا میاد. میگه اگر خیلی قبر پرپشت باشه، بزرگ باشه، دلالت بر این میکنه که کسی دیگر از اقوام خود همراه خود میکشه داخل قبر. استغفر الله. این چه ربطی داره؟ مگه چی کاره هست که شما را با خود بکشه؟ این بدفالی هست، این شگون بده.
شگون بده برای یک مسلمان، شایسته نیست که همچون شگون بد بزنه. باز به همچون موضوعی، یعنی توکل ما به الله کجا شد؟ اللهی که حی هست، اللهی که محیی هست، زنده کننده اوست، ممیت است، کسی که میمیرانه اوست. ما از یک صاحب قبر بترسیم که والله چون قبرش پرپشت ما را میکشه؟ اینها نه با عقل ثابت شده، نه با نقل ثابت شده. قرآن کریم و سنت نبوی خلاف آن است و عقل هم تقاضا می کند که همچون چیزی وجود نداشته باشد، چون این دوتا با هم ربط نداره. محاله قبر پرپشت باشه، چی ربطی داره که کسی دیگر را با خود بکشه؟ موضوع قبر را مطرح کردیم، بگذارین یک موضوع دیگه هم در همین مورد مطرح کنه. وقتی که فردی فوت میکنه، از دنیا میره، وقتی خاک میریزن بالایش، خب با بیل خاک میریزن دیگه. هر کس که بیل را میگیره، خب چند تا بیل هر کس به هر جهتی خاک میریزه بالای مرده که هر چه زودتر بره زیر خاک بره دیگه. خب وقتی که بیل را میخواد بده دست کسی دیگه، بیل را راست نمیده به دستش. این رو خودم به چشمم دیدم. بیل را راست نمیده به دستش، بیل را چپه میکنه، بعد میده دستش. نمیده دستش، میگذاره روی زمین، راست نمیگذاره، آن را چپه میکنه میگذاره. خب وقت سوال بشه چرا این کار رو میکنی؟ میگه به خاطر این که مبادا این مرده کسی دیگر را همراه خود بکشه و این شگون داره، شگون بد داره، شگون بد میزنه به این موضوع، به فال بد میگیره. خب این هم جزئی از همان خرافات است عزیزان، این هم جزئی از همان خرافات است. هیچ اساس شرعی در کتاب الله و سنت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در همچون موضوعی وجود نداره و هیچ اساس و مدرکی نداره. اینها دروغه، اینها خرافه، اینها چیزی جز خرافات و بدعاتی که متاسفانه از افکار پوسیده و از افکار مریض متاسفانه بگین تراوش میکنه، چیزی دیگری نیست. میگن در شب ناخون نگیرین. چرا؟ منم نمیدانم، شاید شما هم ندانید. میگه در شب شگون بد داره، نگیر ناخون. خب چرا؟ من خب زیاد پرسیدم چرا؟ کسی نمیدانه چرایش را. یعنی تا جایی که من سوال کردم چرایش را نفهمیدم. شاید شما بفهمید. اما میگم این را که چی در شب چی در روز ناخونهایتان را بگیرید. اینها دروغه، اینها چرنده، هیچ اساس شرعی نداره، اساس عقلی نداره. ممکن به عنوان مثال ممکن به این استدلال کرد که چون در شب داخل خانه هستی، سفره انداخته، ناخون نگیر که مبادا داخل غذا بره. این درسته. خب غیر از ناخون میتونه مسائل دیگه هم باشه. تنها چرا ناخون را خاص میکنه؟ اما این که میگن شگون بد داره، این جای حرفه. چی شگون داره؟ یا برخی ها حرف جالبی میزنن، میگن ناخون دست و پا را با هم نگیر که پدر و مادرت در یک روز میمیرن. یعنی چی؟ چی ربطی داره این دوتا با هم؟ ناخون دست و پا را میگه با هم نگیر که خدای نکرده پدر و مادرت در یک روز با هم میمیرن. یعنی چی؟ الله متعال سبحانه و تعالی حدیث داریم از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و همچنین آیه قرآن هست در سوره مبارکه لقمان که الله متعال سبحانه و تعالی میگه که و ما تدری نفس بأی ارض تموت. هیچ فردی نمیفهمه در کدام زمین میمیره، در کجا میمیره و فردا چی کاری انجام میده. و رسول الله علیه السلام میفرمایند وقتی که جنین در رحم مادر تقریبا اوائل شکلگیری خود را شروع میکنه، بعد از 120 روز فرشتگان می آیند و چیزهایی را می نویسند، از جمله عمر انسان هست. حالا تو ناخونهایت را با هم بگیر، اصلا میخوای نگیر. چیزی که الله متعال سبحانه و تعالی برای پدر و مادرت مقدر کرده، چیزی نه کم میشه نه بالا میشه.
اما فردی که میترسه که ناخونهای دست و پایش را در یک آن نگیره، بلکه میگه ناخون دست را بگیر، چند قدم راه برو یا چند ساعت بگذر، یا حتی برخی ها خو میگن در همون روز نگیر. اگر دستهایت را گرفتی پاهایت را در همون روز نگیر. یعنی چی؟ الله متعال زندگی انسانها را به هر اندازه‌ای که خودش خواسته مقدر کرده، اندازه کرده، نه کم میشه نه بالا میشه، نه کم میشه نه زیاد میشه. پس بنابراین ربطی به ناخون گرفتن نداره که ما ناخون را همراه ناخون دست را همراه ناخون پا بگیریم یا هم که اصلا نگیریم. مسائل دیگری هم هست که اجازه بدین چون وقت برای ما اجازه نمیده در این قسمت. در قسمت بعدی ان شاء الله به خدمتتان مسائل دیگر را هم عرض خواهم کرد ان شاء الله.